وقتی که ما مسلمان شعائر شدیم، ما مسلمان نمایشی شدیم، وقتی که سنت پیامبر را فدای رسم و رواج کردیم، سنت و احکام و دستور الهی را فدای شخصیت های دنیا کردیم، دستور و احکام و قانون الله جل جلاله را فدای قانون و نظام فرسوده و دستاخته بشر کردیم، اونجا هست که الله متعال می فرماید دشمن را بالای اون ملت الله جل جلاله مسلط می گرداند. اونجا هست که اون زمان اون ملت مسلمان دیگر هیچ صلاحیت و اختیار از خودشان ندارند. و مورد اخیر که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما انزل الله الا جعل الله بأسهم بينهم. در هر شرایط و روزگاری اگر رهبران ملت مسلمان، حکام ملت مسلمان، زعیم و رهبر ملت مسلمان اگر بر اساس قانون و دستور خدا حکم نکنن، بر اساس فرمان خدا فیصله و قضاوت نداشته باشند و بر اساس نظام سعادت بخش و سرمدی و ابدی الله جل جلاله نظام و حکومتشان را قرار ندهند، اونجا الله سبحانه و تعالی بعد در میان خودشان دشمنی ایجاد می کند، در میان خودشان پراگندگی ایجاد می کند. اونها به جان همدیگر می افتند، به نامهای مختلف، به بهانه‌های مختلف تشنه خون همدیگر می شوند، به نام شیعه و سنی جدا می شوند، به نام وهابی و سلفی جدا می شوند، به نام حنفی و شافعی جدا می شوند، به نام ازبک و پشتون و تاجک جدا می شوند، به نام صوفی و تبلیغی جدا می شوند. اختلاف در میان خودشان ایجاد می شود در صورتی که حکام اسلامی دستور و فرمان الله جل جلاله را در نظامشان تطبیق نکنند. بنابراین با وجود بودن قانون الهی و آسمانی رفتن به سراغ قانون و نظام شرق و غرب کفر است. و من لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون و من لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الظالمون و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. این فرموده الله جل جلاله در آیه 44 و 45 و 47 سوره مائده است. بنابراین عزیزان من، همه ما یک بار دیگر برگردیم به سوی الله جل جلاله و با عبادت و بندگی و اعمال نیک و شایسته و صالح با الله جل جلاله عهد و پیمان ببندیم که پروردگارا از جاده گناه و معصیت و نافرمانی و فرمان شکنی و فرمان گریزی برمیگردیم. خدایا ما را تأویل بگیر و در مسیر عبادت و بندگی و اسلام و قرآن استقامت و پایداری نصیب بگردان. با امید آن روزی که انشاءالله یک بار دیگر ملت دردمند و رنج دیده افغانستان ما شاهد عزت و اقتدارشان و شاهد صلح و آرامش و امنیت با عزت و سرتاسری در کشور عزیزمان افغانستان بوده باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.